البته جای خوابتان با راحت است خانم. نه 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 نه، خوابم نبرده استوده است. خدای توبه، بالایش شده است. آخر این خیلی خواب کردن نمیشه. های دختر خونو خورده کسل میشه. زهرا، شما با کی گپ میزنید؟ نیسلین، من او رو دوست میدارم. کی رو دوست میدارد؟ کنه ایست یک این رو مانند شوکت بکم دارم. خانم زهرا، شما داملا زیا رو دوست میدارید؟ بله دوست میدارم. او بسیار آدم خوب است. او البته آدم خوب است. نسبت او یگان حسی دارید؟ نه، شدنش ناممکن است. چرا نشود؟ شاید شود. هیچ چیز نیست. هیچ امکان نداره؟ چرا نه؟ چون که او بسیار یک رو نافارم است. دوستدار نیست. ادیامونه. اما چی؟ اما او بسیار آدم خوب است. یعنی همین قدر؟ همین قدر. نباشد خانم زهرا، شما کی رو دوست می‌دارید؟ هیچ کس رو. انگشتری کجاست؟ که ما رو با قلبت جا میکنی؟ روز در اینجا چی گپ است؟ ای دومولو بخشش، من از اینجا بودن شما فراموش کردم. چون یک بار در اومدم ترسیدم. بخشش. خانم زهرا چی داد میزنه؟ ما را سخت ترسونده. دومولو فراموش کردم. گفتم خیر نباشه شما در رو محکم میکردید. من عادتی در محکم کردن رو ندارم. چیکار کنم؟ خیر میلش زود باشید. ما رو در صبحانه بگویم انتظارم. این بی ترتیبی شدین. ای باورم نمیآید. باورم نمیآید. باز چه شد؟ دومولو شما این خمیر داداشی رو چیکار کردید؟ از بینش زیر کرده. من گناهی عظیم کرده هم. در حقیقت مرا دور کشیدن لازم است. جزایم رو گوید رفته در محبس شینم. مسخره نکنید لطفا. در اصل شما مسخره نکنید. یک خمیری دندانشویی بود از خانم. چرا با من قدر داد میزنید آخر؟ این رو بینا. این رو بین. سچوقم رو استفاده کرده ایدی. تبتر شدن. با سچوقی من رویتون رو پاک کرده؟ چی کنم؟ پاک نمیکردم. لطفا با سچوقی خودتون پاک کنید. پس نباشه شما هم برای من در اینجا یک سچوق بذارید. معلوم از این بعد یک جای زندگی میکنیم. میلش. اوف. در اصل بطل اوف. این رو بینا. پاچه کرده. در نزد خانم سلین در حقیقت شرمنده شدم. در چشمش دیگر مانند حشرات قدری ندارم. اگر سلین جان در رویم توف کند حق دارم. سلین جان ماشاءالله چقدر زیباست. اینیق برای اوزه پرسیدن اومده است. عجب، و اگر من بخشی پرسم عصبی نمیشم. ای شرمندگی مرا نگاه نکرد. خفشدگیه. اگر سیله جان یعنی این قد من اگر دوست داره گشت مرا نگاه میکنه. نگاه کن سیله جان. بگر نگاه کن. بگر.
ببینیده باز میگوید که عاشق هستن. 2 دقیقه هم انتظار نشده رفت. عجب و برای من ناماند. نازکنی آجی نروی. نمری یک بار بگردی نگاه بکنی. دیوانه میشوم یا دیوانه نمیکنم. چی مرا نادیده میخه میرود. خدامزانم مرا سله نگاه کرد. ایستاد نگاه کرد. نگاه کرد. سله لبت دوست بداره. باز همون دیوانم. اگر ما رو بیند همین خوش میکنم. خانم سلد مرا نگاه کرد. ایستاد و نگاه کرد. ایستو. لوین دختر با تو با قهر نگاه کرد. او تو رو دوست نمیداره. ای اخبار لوین چرا با تو نگاه کنم؟ یک حیات از قفای سلد میدوی لوین. شیرینی نمیخواهی؟ رحمت عزیزم من شیرینی نمیخوام. من میگیرم. منشی. اگر تو ریزی مدخی نمیشم جانم. معلش عزیزم. نوشی جانت شود عزیزم. تشکر زیاد جانم. نمیازد عزیزم کنی نوشیم. من ندانم که تو بازی نکرده ایش داره. من احمق پین داشتن چیست؟ حالا میدونم. عجب و مرغم چی خیل باشد؟ یک گرفته بیچش جانم. معلش. صبحانه قلبی تیار کردم. تشکر جانم. شما اینقدر دوستی رمانتیکه از این ما خوشحال شدیم. ماشاءالله. اینها رو بینو اگر نمیدونستم که چی موجی ساخته کردم و عشقشان باور میکردم. بعد سنبخه رو میپرسن که چی به شما مایده راه میگردن؟ سنبخه میگه که 300 سال عمر میبینم. سراسی من نیستم. هستا میرم. خیر بود است. خانچه بگم یه افندی را نقل کرد بعد بخند. ای خنده را مرده بی. عجایب. سعید جان چرا به مکتب نرفتی جانم؟ ای سعید جان بیمار است. احتیاط خودت جان. بله شما که احتیاط نکنم. خیر جبلی انشالله صحت بشه. رحمت اما خدا با شما هم شفا دهد. چی گفتی؟ مگر من نطف شدم؟ کنیست؟ حرارت ندارم کو؟ نه اما برای حادثه دیروزی نمیگویم. دختر را با تو ندادم کو. سعید جان؟ چی به این دختر میگده؟ برای تو شد. چرا ولیده گپ میزنی؟ بخیر است؟ خدایا چرا از پشت من میشود از پولی؟ البته خیری گناهت رو قبول کن. دختری دیگر رو برای خواستگار کرد. اگر دختری میخواستش رو خواستگاری میکردیم چی میشد؟ آن دختر رو به این نمیدهند. آن دختر این رو نگاه نمیکنند. خانم خدا ایستاد و گشت طرف ما نگاه کرد. من همی 2 چشمم دیدم که طرف ما نگاه کرد. اگر من دروغ بگم من لیوین نه. خدایا توبه. گویا که یکم کاری بزرگ شده است. منو نگاه کرد. به من آب داد. چی شد است آخه؟ خیر نگاه کرد است بعد چی؟ اکا نگم که یک بارگاه خانه سله شد. خواستگاری نمیرن یک بارگاه. لیوین گوش کن. قسم میخورم که با این قیچی آن مویلب پایت رو از ریشه اشون میکنم. مویلاب ندارد کو. خاموش شو تو رو هم کل نکنم. بیسرم تا اول رفته از آن دختر عذر بپرس. چی دانم یعنی کوشش بکن تا دوست شود. باید چی خیلی میشه وقت جون؟ گپش رو بید. چی دانم آخه او را به سینما ببر، او را به خوراکوری ببر، نشسته یک جای معما پر کنید. چی؟ پر نکنید. با این عقل داشته همون
همه رو بربود می‌دهیم. این رو بعد از ولادت شدن یک جانی سخت پول میکنه. اکا جان از دهانت قند نفت میریزد. تو باید یک آغوشت بگیرم اکا جان. برادر خوبی دنیا رو ندارد. برادر آخه چیکار کنم با این؟ جان اخیر همون سلی نمیگیر. استاد لابا اجری یک سوال پرسم استاد. مایلش پرسه. استاد میگویند که اگر به زمین استروید افتد همه دینازورها نابود میشوند. چه؟ دینازور استاد. اجری مگر نسل دینازورها تمام نشدن؟ استاد من هم همین رو میگویم اکنون نیست. از سببی که در دنیای ما دینازور نیست پس افتیدن استروید چی معنا دارد؟ حکمتش در چیست؟ اوف بخیر است اجری. به زمین یگان استروید در میخورد مگر؟ با خدا نمیدانم استاد. در نماز بامداد با آسمان نگاه کردم هیچ چیز رو ندیدم. اجری با آسمان مانند دیوانه ها نگاه نکن یا خدای توبه. بنویس انا هجری از سببی که نسل دینازورها تمام شده است و زمین افتیدن استروید یگان معنا ندارد. از همین سبب یگان حکم ندارد این. تو راحت باش پسرم. به زمین یگان استروید نمیافتد. فهمیدم استاد رحمت. داملا السلام علیکم داملا. و علیکم السلام. داملا تکرارا مبارک باشد. خدا عمری درازی پربرکت نصیب کند. تشکر زیاد آقای کنون. این را چیکار میکنید؟ داملا ما از طرف شاه هستیم. از طرف شاه هستی؟ بله برای همین این خوشبار را آورده؟ بله داملا عادتی ما همین است. گوشتش را به فقیر و فقرا تقسیم میکنید. ازدواجتان پربرکت میشود. خوب چی کنم این رو گیرم؟ گیره داملا. آخر هیچ در کار نبود آقای کنون. مگر این خیلی میشود داملا. ما از طرف شما هستیم. این وظیفه ای ماست. هجری خیر نباشد تو سرم این خوشخور را گرفته رفته کمتر اون رو گردان کمی هوای تازه گرد از آن تو شود. استاد این رو با من داده؟ بله از آن تو شود. گیر رفت. خدا راضی باشد. رحمت شما. روش جاتون باز نگریزد. من در کیسه‌ام دفتر دارم. انا بیا انا خان بیا خان. آقای کنون اگر زید نباشه رفته یک چای نوشیم. بسیار متشکر میشویم داملا. مرحبا. رفت. میرویم. بیا راه گرد جان. راه گرد. کجا؟ انا بین دفتر رو خان. راه گرد. داملا همین کارهای توی شما به خدا که بسیار تعجیل شده. به این طرف بله آقای کنون چیکار کنیم؟ روی نگاه ما همه خیلی میشده است. داملا در تابستان یک توی بسیار زیبا میکنیم. داملا ما که از طرف شماییم از دستمان هرچی آمده را میکنیم. زحمت نکشه. تشکر. یک توی بسیار با دبدبه میکنیم. انشالله. کنون چرا با داملا اینقدر صمیمی هستند؟ داملا اگر نصیب باشد بازن حیاتی هم آیده دار شوم من هم به خودم یک توی دبدبه ناگ میکنم. میشود آقای کنون چرا نشود؟ انشالله داملا بزنم میان بعد یک کیلویی هدیه میکنم تا که بزانیش بیرسد. عروس شوندهتون بسیار خرسند میشود. داملا زنم را به خدا با طلا می آرایم. یعنی با طلا به جایهای قدم میگذارد. زمرد میپوشم. با خدا مانندی باران یا کد میپوشم. هی داملا شما اینقدر انسانی مبارک هستید. نه استغفرالله فی نگوید آقای کنون. با خدا وقتی که با شما صحبت میکنم دلم پر از خوشحالی میشود. چنان آرام میشود که فهماندن ناممکن است. همینطور؟ بله داملا. کنعان دیوانه در اینجا چیکار میکنند؟ به فکرم دوستی دامغازیو است. تو او را از کجا میشناسی؟ سرداری نمیکس. یک دوست بانو میکالتا کلاس او را زده ان همین خیلی میوب کرده است. کالتا کلاس؟ ها لقبش کالتا کلاس است. از اون روز اعتبارا او را جستجو دارد. داملا همین کارهای توی شما به خدا که بسیار تعجیل شده. سرداری نمیکس. یک دوست بانو میکالتا کلاس او را زده ان همین خیلی میوب کرده است. کالتا کلاس؟ ها لقبش کالتا کلاس است. از اون روز اعتبارا او را جستجو دارد.
و این چیه رو میبرید؟ چرا؟ با دامولازیا تا قدر امکان روبرو شدن نمیخواهم. این خیلی نگاه نکنید. آخر او آیله دار است. میفهمید که مو مایلش مرحمت کنید دامولازیا. سلامت باشید خانم. با اشتهایتان. تشکری زیاد. خواهش میکنم با سلامت اشتهایتان. باشید. سلامت باشید. شکر. تمام شد آقای فرمان. ای واقعی شما بذارید من جمع نکنم. از شما یا حضور بپرسم. مهم نیست. هیچ کم ندارد. کالتا کلاس مرا تمام عمر به این حال گرفتار کرده. خودتون رو غمگین نکنید. خدا رو شکر گویید. راست میگوید خانم. این حال مرا بینیده. مگر من تو رو پروندم. اگر تو رو نجات نمیدادم کی خوب مده بودی. گفتم آنم شما اکراتون رو یافته توانستید؟ متاسفانه نیفتم. انشالله میابید. انشالله. به شما اشتهایتون. تشکر خانم بتون. چی شد مریض؟ برا پای برده ایستاده. نه ناگهان از اینجا گذشته ایستاده بودم دیدم با دومولو گپ زده ایستاده. از بچه ها پرسیدم که یک خانم با دومولو چی کار میکند. بچه ها هم نمیدانستند. من هم گفتم یک از تو پرسم. دامولوزیا بسیار یک آدم صاحب احترام است. علاوه بر این دوستی من است. و من آن طرفش فرقی ندارد کنان. اصلا به من تشویش آورش آن است که دومولوزیا الماسوی مرا یافته به همسرش هدیه کرده. این کار تصادف شده است. جستجویش هم نکن. تصادفت میگویی؟ نه احتیاط باش با دامولوزیا یگان کاری خطا نکنی که تو را پاره میکنم. اگر من نکنم کمیسر اونال میکنم. کمیسر اونال چه علاقه دارد؟ کمیسر اونال موجه دامولوزیا است. چی؟ موجهش میشود؟ بله. چه خیلی دومولو بوده است؟ همه او رو میدانم. کنون زمانه دیگر شده است. همه چیز بسیار عجیب است. دومولوزیا سوکچه که الماسوی من در آن است یافته به همسرش هدیه میکند. قطع کلاس باشد. الماسو رو از من دزدیده به اونال میدهد. اونال در عین زمان موجه دومولوزیا بوده است. این حادثه عجیب معنی مرا تماما خراب کرد کنان. آمیخه پس نباشد داروی دردی سر میخورد. معنی سرت آرام میشد. مرا گوش کن. تو را آخرین بار آگاه میکنم. از دامولوزیا دور شو. بسیار ترسیدم. وقتی خودم را با این دامولوزیا گفتنی آدم شناس کردن گذشته ایستادم. دامولو بیایید رفتیم. در یک جای خوشمنظره سلفی کرده به بابایم نشان میدهیم. اوه چی خوب است. بیا رفتیم. بیتر حالا هم غمگین نماید؟ بله همیشه. نمک دامولوزیا را از دوری پای بریم که معلوم این بریسی احمق آرام نمیشیند. کمی بینیم از دومولو چی میخواهد.
داشتم اما یعنی در جای کارتون شما رو ناراحت کردن نخواستم. گفتم اونم پرزنده بسیار زیبا در طرف خوب ایستاده است. در حقیقت هیچ ناراحت نکردی لوین جان. خیر مایلش تو رو گوش میکنم. هلن جان نفهمیدم خانه‌تون خودکاری رفتم. برای عذر پرسی آمدم. عذر بسیار. لطفاً مرا ببخشید. یعنی من نمی‌دونم که این آقای سهیل ناخوش ارتباطی ما رو برام کنه. چه ارتباط؟ ای خانم سلیمه رو خطا فهمیدید. ارتباط دوستی یعنی ما با شما دوست بودم میتوانیم خانم سلیم. چی دوست؟ بله دوست دوگانه. سلیم لوین دوگانه. من به این هم خیلی دوستی زیاد دارم. هیچ غم نیاخی خانم سلیم. بگذار یک توی دیگر پیدا شود. چی میشود؟ ولی من کم زود حرکت کردم. ما باید در قدم اول دوست بشیم. بیاید در قدم اولینمون دوستانه آینده باز فکر کنیم. خیر اگر قدم اولینمون دوستی شود قدم بعدیمون چی میشود؟ ما همیشه دوستی رفتن میگیرم. ولی دوستی را نشان نمیدیم. نمیدونم. آخه خانم سلیم اعتماد با من یک امکانیت دهید. مایلش. خیلی میلش. شما مگه شدید؟ یک لحظه. آخه خانم سلیم من فکر کرده بودم که شما در حالتان این تکلیف رو قبول نمیکنه. در هیجانم سلیم. عجبا برای برطرف کردن این هیجان میتوانم از رخصت یک دوست بگیرم. لوین بسیار نگذرم. حالا که مسکر نمانید پس خانم با من شب کلیتت میره. ببینم با سو حرکت کرده ایستون. نه خانم سلیم همش دوستانه است. من در نزد شما بسیار شرمنده هستم. بذارید خطیم رو برطرف کنم. احتمال رد نکنید خانم سلیم. مایلش. لیکن دوستانه با شرطی که تو از این معنای دیگر نبری. فهمون؟ نه تماما. لوین یکیته. حتی برای اون شما خطا نفهمید شما رو با فیلم عاشقانه و تماشای فیلم اوش میبرم. مایلش راضی هستم. ای با من فیلم بوی وحشت‌آور بسیار مسئول است. اما با فیلم میمیرم که از همه وحشت‌آور باشد. خانم سلیم شما رو با تماشای فیلم میبرم که از تماشای فیلم توقف میشوید. مایلش پس شب با میخوره. خیر خانم سلیم با دستای نازکش از کتف من قبیل سلیم مرا دوست بدارد دوستان. مرا سلیم دوست بدارد دختری خاله. بازم این تو؟ یه برادر تو یه باره فقط ما رو تعقیب بکنی ها؟ هرچی بهترم با شکم رو دوست پیدا کرده است. اینها را بین دخترم از این تلفن عکس ها را به نوتبوکت گذران رسم ها را کلان کلان کرده تماشا کنیم. مایلش بابا جان بلوتوزشون کشویم. چی میگویی؟ بلوتوز. بلوتوز گذران. ها شد یک ثانیه. تمام تیار شد. قمره ها را بینید قمره ها را. ماشاءالله. خانم تولین دیدید چل بود است. اکنون شما چی گفتنی؟ اینها خودشان رو سکت کردن. اینها رو دید. این هم ساختن. مادر چه؟ انشالله از بین ما نابود میشوی من میبینم. ما؟ ماشاءالله. خانم زهرا منظره اینجا زیبا بوده. اول اینجا یک دو شیل بگیرید و با بایتان را ممکنه من میشود؟ نزدیک تر بیایید. داملا به نظر شما ما صمیمی‌تر نشدیم مگر؟ چه علاقه داره؟ من رسم ریخته ایستادم یعنی باوری نوشود گفتن این خیلی میکنم نزدیک شدن یعنی آخر ینگه طولینتون کارها را فهمد اگر با بابایتون گوید با کدوم مشکلی نباید. میگه چی میکنن؟
مگر نمیکند نمیبینه چشمان او بعد از بسیار زن خطرناک میباشد. دومولو البته مایل شما هم راست میگویید. جماعت چی میگوید؟ آنها رو برو ایستاده سرسی کرده ایستاده ان میگویند. آخر خانم با جماعت نشان نمیدیم و گویتان روان میکنیم. آخر کمتر تبسم کنید. بله و فکرم آخری نشده با مای این رو روان میکنیم. دومولو مایرش من بعد روان میکنم. بسیار مونده شدم. قریبا میستم. برو گشتیم زیر کمتر شینیم در اینجا. مایلش میشینیم. اینجور جمعوسی را نگر چقدر رومانتیک هستم، چقدر در بین آنها محبتی بزرگ است. همین خیلی اکای این چه خیلی محبت هست ها؟ بین حتی دومولو دست دختر آنها میدارد ها؟ دمت را گیر آدم مانندی دامولو سیاه مگر محبوبش را در بین آدمان خاموش میکند تعیینا؟ بسیار تشنه شدم. گیرید. تشکر زیاد. به شما یگان باش صورتی به مادرم نشان نداده بودم. میدارد. ببینید انا من با مادرم. بسیار زیبا بود است. خدا رحمتش کنه. چی گویی؟ معلوم که شما هم با مادرتان. تشکر زیاد. با مادرم آنقدر صورتی زیاد ندارم. صورتی از همه دوست داشتم همین است. هیچگاه از برم دور نمیکنم. شما هم با مادرتون صورتی خاطره داری؟ نه. شاید خواهرم دارد. آها چی شد؟ ایستا! دوستانم را دوستی. صورتی مادرم در آن را دوستیدم. با کجا میخریزد؟ نمیدانم. از پسش میرویم. زودتر باش. نیست! احسن دومولو آفرین. چرا ما رو بستن؟ حالا که کسی نیست این را بگذار. دامولا به اونا نشده باشه. حالا فهمیدی ها؟ چرا تو رو برای یک سمکچه این قدر دووندم؟ یک دامولوی عادی نبودنی تو رو فهمیده بودم. برای این کار نکردنت این دام را ساختم. اکنون به مقصد می آیم. کلاس در کجاست کمتر؟ چه کلتکل است؟ شما چی ها گفتید؟ اوه ما به طور جدی سوال میپرسیم تو باشی مسخره میکنی. مرا گوش کن دامولو، نمیشود. و من مسخره هیچ پسر نیست. برای اثبات این باشد در نزد تو آن سه آدمی که با تو ارتباط دارند میکشم. سه آدم؟ آنها که هستند؟ آنها را بیار. بازی بکن. دومولو مرا چیزی نکنه. تو باش که داری گفتان.
دوملو عزمی بود که من مسجدم رو بسیار یاد کردم، جماعت رو یاد کردم. وقتی گفت من باید زود روم، من با او برای ثواب کمک کردم. گفتم رسمانش رو کشویم که سر به نزد جماعت روم. گناه همه برادر. دروغ میگوید برادر، من از او چیزی نخواستم. دروغ میگوید، او خودش کشاندنی شد. حاجیشون گریختنی بودم، خیلی نکنید گفتم. اونا گوش نکرد. هر دویتون اینقدر آدم رو زود میفروختید ها؟ من یک هجری را دیده آمده میتوانم. ببینی اول سردار شما رو بیند بعد سردارتان ما را دیدن نخواهد. همه‌تون را. یا خدایا تو با من صبر عطا بکن. تو با جای کمیسر اونال بوده ای. کلتکلوس الماسا را دوسته به او داده است. مگر الماسا را بین خودتان تقسیم کردنی بودی؟ گوش کن برادر، شما با من چیکار دارید نمیدونم. شبکت خوب هستی برادر؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ ای در اینجا بودن ما رو چیکار میکنی؟ زودتر ما رو از اینها خلاص بکن. شوکت مرا عجب و از دست این که خلاص میکنه. دنلا عزمی این باز توی در همه جا با من رو بده بشدی. از آخر دنلا چه علاقه داره؟ گوش کن دامولات زیاد. حاضر اینها را یک تا در نزد خودم میکشم. بسیار روی من نکرد؟ من آنها نیستم، چرا من رو میکشی؟ آخر برادر گوش کن، من امام هستم، من یک آدمی دینشناس هستم. مگر یک آدمی دینشناس و پراندم به تو میزیبد؟ معاذ الله، با خدا در جهنم میسوزی. مرا یک طرف گذار و این را پرداز. اوها این رو بینا. دنلا شما چی ها میگوی؟ دامولا از این آغاز میکنه. پرواز من آغاز میکنیم. ایست مایلش اونها را سر چیزی که خوبی یک به یک گپ میزنیم. من این مرده راست میگم. از گفتم دامولا کلتکلوس در کجاست؟ اینجا چه گپ است؟ ای بریست، من با تو نگفتم که من داملا زیاد نزدیک نشم احمق. کنان از اینجا بیرو. خودت را به این کار همراه نکن. این کار به تو دخل ندارد. نه پنیک کاری خودتان رو نشان دهید. سلاحایتان را پایان کنید، نباشد همه اینجا را نابود میکنم. کنان عقلت را گم کردی. این چه دامولا بودند؟ برای این ما را نابود بسازی. پلیس چرا نخوی من دیوانه است؟ چرا؟ چون که من شوخی نمیکنم. گپم را گفتم اجرا میکنم. احتیاط باش کنان، دیوانگی نکن. این دامولازیا مکانی کلتکلاش را انیق میداند. از اون میفهمم هم به کار تو فایده میرساند. همین آخر از کلتکلاس انتقامت را میگیری. دامولازیا اگر مکانی کلتکلاس را داند به من میگوید. دامولازیا به من بسیار ارزنده است. حساسیتی که نسبت کلتکلاس دارم او خوب میداند. سلاحتان را پایان کنید. حالا تا 4 میشمارم. چرا تا 4 میشمارم؟ 1 2 مایلت کنان. سلاحهایتان را پایان کنید. کنی از نزد چشم دور شوید. زود باشید. شکر را میکنم خدایا. رفتیم بچه ها. اینها را بینم مانند پیاده هستند. نگاه کن. اوف، خیریته شرف قریب بود که خود را برای دامولای ابله میکفانده. انشالله وقتی بر آمدن در بدنت میکفد. آقای کنان تشکر زیاد، سلامت باشد. حیات ما را نجات دادید به خدا. دامولا نمیارزد. این وظیفه ما است. کار ناجایی که به شما کرده شود به خودم کردگی بر این نشمارم. بیاید را یک دامولا شما رو تا به جایتان بریم. رفتیم. بیا پیشتر گذارید. داملا بیا شما رو هم بریم. نمیخواهم.
خودم میروم. دوملا حالا صحت نشده بیاید یک روی نکنه شما را بره. یه منو با حالم گذار. من به جای خواستگیم خدا میروم. دیگر به من ببرم نشم. خدایا توبه. دوملا تو چی میکنم که از تو خلاص شوم؟ من همه جا از چشم برایی. خدایا توبه. نمیخواهم دیگه. به من رفت تقدیری بدی دوملا را بین با ماشین مردکشک رو بکشی. شوکت چیکار کردن نتو میدونی دوملا رو گرفته بود. من باید زور به نزد زهرا روم. بسیار انتظار شد. من استرازم من این شو بدبخت است. بیا برادر باید بیا آی برادر مرا گوش کنید. چرا مرا تنها می‌ذارید؟ سعید جون پسرم تخمچه سفید رو به من ده. سعید جون سفید گفتن سبز نی. آخه این زیباتر است مادر. ای گلی چرا کاری که باید خودت بکنی با خودت امر میکنی؟ عجبا. نباشد خیری امر نمیکنم. اومده خودت کمک کن. گلی من دیزاینرم، طراحم، ارزگرم، کارو کرده میگذارم. با این خیلی کارهای میده چویده سر کار نمیگم. یا خدایا توبه. امک جونم اومد. اکا با خانم سلین کار زدم. گفتم که دوستا میتوانیم. آفرین شیخ بسای من. انا همین خیل. ای دختر چی گفت؟ آخر گلی تو چیکار کرده شده؟ از این بعد مگر گفته های دختر یکان اهمیت دارن؟ چرا اهمیت ندارد؟ البته که اهمیت دارد. یعنی قبول کرد دوست شده. امشب خدا خواهد نصیب باشد یک جا با کینوتئاتر میرویم. آفرین اما ای توی در این خانه مبارک شود، شادی تویان مبارک شود. آفرین بطول بنت آفرین. اکا در حقیقت تشکر زیاد همش با گفته های تو شد. استغفرالله. یعنی چون در هیجانم که با خدا شب چه میروم نمیدونم. با خدا. ای لیبین کمی آرام شد. غیر چه خیل میروید؟ گازنول پیاده خطی؟ نه تاکسی فرمایشته. وقت رو سرفت بکن زود میرسی. این رو نمیگویم دادرم. با دختر با بخوری چه خیل میروید؟ با همین لباس؟ سر لباس کش نسکه دین اولم مگرفتم دو ای بازار خریدم. من نبود کشتایی. تو با بخوری با دختر با این لباس میروی لبین؟ هم با این خلبوی بد. یعنی نمیشود. نه. تو رو یکون خیل آرو دادن لازم است ریرید؟ هیچ خیلی میشود. آرو دادن کاری من است. من نزد آینه رفتیم. اینجا بیا کنی اینجا بیا. انا این خیل یک طرز نو خوبی زمانوی کردن لازم است. ها؟ یافتم. سمارت کاسل. نشوه. ها؟ لیبین تو رو گرم کردی سمارت کاسل. سمارت کیژل میشود. شما چی گفتیستی؟ کیژل میشل نمیشود آخه. ما با کیژل میشل کار نداریم. پیسر رو میکنی کیژل. بعد میشود ریژل آخه نمیشود. این خیلی خوب دارد. بله سمارت کاسل. از همه زیبایش این است. از همه زیبایش. سفتن نگو. کمی الیگانت باید باشد. چی باید الیگانت شود؟ تو چی کار کردنت رو میدانی گلی؟ از برای خدا این پیسر چه خیلی الیگانت میشود. بیشتر بزبش میکنی؟ اما گوره شما چی کار کرده شده؟ از توپ خوردن از سرم توپ خورد. بسیار خوب. تشکر زیاد برای همه چیز آقای کنان. خواهش میکنم دوملا نمیارزد. احمقی که اگر به شما کنند معنای آن را دارد که به ما کردند. تشکر. لطفاً به خانم زهرا سلام ما را رسانید دوملا. البته میرسانم آقا. روزهای خوش. روز بخیر دوملا. مرحمت. دوملا خانم زهرا دوملا برای شما بسیار خواطر شدن جفتانه. گیرید. دوملا این صورت برای من چنان ارزش دارد که تشکر زیاد دوملا. خدا از شما راضی باشه. خانم زهرا میروید.
واگذار کن. چیکار میکنی گلی ها؟ با او چیکار کردن میخواهی؟ همینطور باید کمی ایتالیانو شود. چی؟ باید ایتالیانو شود؟ و این آدم طرز ایتالیانو رو پوشانیدن شخصان ایتالیایی رو دستنام دادن است. کمی ایتالیانو شود. چی؟ شنیدی؟ سی گفت یعنی نابود کن گفت. و فکر من طرز ورزشی باید شود. و فکر من با همه کم طرز قدیمی میزنم. ای جان جان چنین لباس ها از مود رفتن. 30 سالی ما هم از مود رفتیم. مولید این گپایی تو به من پیشن ناومدم. من طرز ایلیگانت رو میخواهم. خدایا توبه کنی. تو به همون الیگانت چسبیده نمیشود. پلیس مونند پلیس های امریکایی کنیم چی؟ ای جانا پلیس همین جایی. نه میدونی با تو چی میتیبد؟ طرز یک شخص کوچکی اما کارگر فرهنگ و مدنیتش بلند رو تشکیل میکنه. چی گفتی؟ اینش بود چی بودن؟ من طرز ایتالیانو میخواهم. خدایا توبه گویا که در ایتالیا زندگی میکند. به همون الیگانت و ایتالیایی چه کدومش رو انتخاب کنی؟ ولی اینش بهتره. من رو همین دیدار شده. کانون چی شد؟ با تو این خبر رو چی گویم؟ نمیدونیم اما باید گویم. چی شد میگویم؟ آن لمن چهار چشمه خانم سلین رو به سینما میبرده است. چی؟ اکه من این رو زنم. کی رو؟ چرا ها؟ دروغ میگوید؟ نه دروغ نمیگوید اکه. خبری بد داد از همین سبب. یا خدا مرا گوش کنید. هر دویتون رفته بفهمید که با کدام سینما کی میروند همش رو فهمید. و همش رو فهمیدیم که با کدام سینما رفتنش رو حتی با تماشای کدام فیلم رفتنش رو میدانیم. اکا با تماشای فیلمی دهشت‌آور میرفتن. چه؟ وای روبایی بیشرف. یعنی دختر را ترسانده او را به سینما دعوت کرده اما نیزارت نشان میدهم. مرا گوش کنید جمع شوید و سینما میروید. اگه من نروم و من فیلم های دهشت‌آور نه آنقدر معقول هستند. من میگویم که تو را از حاضر به فیلم های دهشت‌آور عادت کنم. چی گفتی؟ یالی کشته یک تو بزن میدونی با تو چیکار میکنم. های باش شدید باش رفت سینما رو محکم میکنیم. سینما رو محکم میکنیم؟ بله کارمان رو توکل کردن نمیتوانیم. با پیش
برو بین ها هرجوری من عروس دارم چه خشم مرا نگاه میکنید توبه پیش رو نگاه کنید پیش بایی نخیریم با خانم سلین آمد عجب و لبید رو میشناخته باشن اینقدر بچه زیبا با مایی خیلی هایش نصیب نمی کند با لبید به کینو می روی این لبید کیلو شده باشده؟ خانم سلین با فکر لبید تنشنا خانم سلین من لبید در این جویم لبید؟ این تو هستی؟ ها جون سلام علیکم شب بخیر سلام داملوزیا السلام خوش آمدی خوش باشید بخیر است داماد لباس هایم رو آوردم خوب اینها را بردم به حجره جا بجا کنم نه یک دقیقه سمی به داملازیا کمک بکن تا انجامهاش را به حجرش جا بجا کند کی من؟ البته که تو زود باش آقا زحمت نکشید من خودم حل میکنم تشکر چه زحمت عزیزم؟ زود باش پسر البته اما اکرم البته کمک میکنم با شما زحمت میشود استغفر داملوزیا با این چی کرده بسیار وزین بوده است اگر خواهید بذارید من خودم اینش رو برآورده آمده دیگرش رو میگیرم نه اگر اجازت هست من این رو با بالا میبرم احسنت آفرین اوه بازی بازی داملازیا رو به کجا جو کنم ها؟ سمی؟ همینش نمیرسید که باز جامدانش رو برارم این جامدان داملازیا است؟ بله اوی در کجاست؟ آمده ایستاده است یه تمامی خانه‌اش رو به یک جامدان هنجونده است من به تو یک چیز بگم به این خانه آمده همه رو برباد میدید چی کار کردنش رو انتظار بدی سمی جان؟ داملازیا اکنون در اینجا زندگی میکنه؟ مایلش در این خانه زندگی میکنه تو چون جابجا شده است که گویا دیگر هیچ کجا نمیرود سمی من به تو یک چیز را گفتنی بودم فراموش کردم زیا نباید داند که توی ازدواج ساخته ما رو میدانی میلش فهمیدی اگر فهمت خوب نمیشود به خدا تمام فداکاری رو من کنم و حریف اومده در اینجا خواب کنه به خدا که ناحقی است قسم میخورم که ناحقی با خدا که سمی رحمتی کلان جامدان رو تا با اینجا آورده تشکر زیاد خواهش میکنم داملازیا اگر یگون اشیاء دیگر داشته باشد یک سخن کنید بسنده است با خدا که حالا نیست سمی جون اما پیدا شود انیق میگویم رحمت مایلش تو باز دید رحمت خیر من لباس هم رو در کجا میگذارم من هم کمی پیش همین رو فکر کرده ایستاده بودم داملو رسیم در همینجا جو کنم میشود خانم زو شما با تجارت مشغوله داملو چه علاقه دارد اونها یک جای گذاشته شدن به همه خاطر بسیار میتوان یگان جای واهمه نیست همه این رو ببر میکنید بله خفه نشوید بسیار مصرف بدهید داملو با مصرفی چه علاقه دارد فهمو با فکرم من اینجا با خودم جا نمیابم نه انا تایار کرده ایستاده همیستی اینجا نمیشود و نشد اینجایش میشود در اینجا مانید جای هست بینید شما کشاید جا نیابید جامعه رو چکل دارم اینجا یا اونجا سلینجا شما در اینجا اقتدا شدید من چی بده خریدم نیاید یک اونجا از بند یعنی قطار پیش نباشد شما از کجا خرید از همونجا میگیرم سلینجا او مرا جان گفت منم او را جان نگویم جانان میشود اوه خانم سلین شما هم اینجا هستید بیاید یک جای فیلم تماشا کنیم ها من با دوستم اومدم آقای کنون
تشکر زیاد. جان و دل من میخنه سلین جان. من هم زود بیایم خانم سله. همه چیزها را خرید یکان کسی نفرماید. عیله شکر. این چقدر کیلو هستن؟ برای چی هیچ کس نیست؟ اکای کانون برای شما شده همه جایها را خرید. این چی مصیبت هستن؟ روز چیزا خودت نشان میدی. های تایلا چه گفته ایستاده ای؟ چه؟ هیچ لعنت به تو. خانم سله شما با گفته این حیوان گوش ندید. جایهای سینما را ما حق نداریم گیریم. این خیلی رفتار با ما زیبنده نیست. ما آدمان دلسوز هستیم. در کجا چینیم؟ در کجایی که میخواید تمام سینما از شماست. اکا کانون همین سلین از من میپرسه که کجا داشتی. من شما نپرسیدم. شده دموبا نگاه توش خوب درو. این خواستید ما تو رو خیر نباشه در اونجا نشینیم. بله آنجا بسیار موافقم. بیا جون بیا جون. بفرمایید. بیا میرم. از این دل بگیر. رحمت همه چیز از نو آغاز می شود. ای تایلا چه ایستاده ای؟ سبب را پایان بیار. جناب شب بخیر. اگه کانون برای شما شده ثبت اشاره کرده است که شنید تا شوری از شکلات تا دونگی در اینجا هست. زحمت کشیده اینا پاپکورن پیش خریدم. مرحمت گیری. خیلی به این ثبت هم نگیریم. اولی کینه دروزه هم خیلی سلیم. رحمت نمک. اکا حد کردم سبب را دادم. وای تایلا باید با دختر میدادی با دختر. اکا سرگسته با دختر میدم چی دارد ها؟ اکا من این رو زنم ها؟ دفشه به دست پیشم. خاموش میشه که فیلم رو تماشا کنیم. از من تخواست برای من با تو سلام رو نشان میدم همه دید. السلام علیکم. علیکم سلام. معذر این مسجد هجری را جستجو دارم در همینجا. هجری رو میگویی؟ اما آن است همون؟ پس همون است هجری. استاد لبا هجری. یک سوالت دارم. بپرس. استاد چرا آدم با آدم جنگ میکنن؟ چی هجری چه خیلی جنگ و خیر هست جنگ هست مقابلیت. مثلا باباهای ما در جنگ بر ضد دشمنان با انسان‌های بد مقابلیت نشان دادن. چرا؟ چون که با کودکان و یتیم و بی‌پرستار کمک کرده و با ظالمان باشد مقابلیت نشان دادن. مثلا جناب پیغمبرمون هم در جنگ‌های کردهشون تنها مردم را از ظالمان حفظ کرده است. تمام. تو جنگ رو میپرسی یا مقابلیت رو؟ جنگ استاد چرا جنگ میشود؟ انا حاضر هجری کمی است. گوش کن هجری تو قلم را دوست می‌داری چون که دویم تو با قلم سر و کار داری. گیر این قلم از تو. از من است استاد؟ گیر پسرم با تو داده ایستادم. گیر گیرم. گیر هجری این قلم از توست. گیر. قلمی زیبا بوده رحمت استاد. انکنون هجری چون این قلم از توست کنی قلم را با من ده. آخر هجری قلم اگر از تو نیست قلم را در حال با من میدهی. استاد گفتین قلم را ده. آخر من بیده گویم تو نبایدی اون قلم از آن توست. مایلش اکنون قلم را بیده هجری. آخر هجری آخر چرا میدی قلم از آن توست میگویم. استاد چنان صمیمی پرسیده که خیال کردم فکرتون رو عوض کردید. عوض نکردم پسرم. قلم از آن توست. قلم از توست. مایلش. تمام استاد فهمیدم تمام. قلم را بده هجری.
نه هجری نمیشود کلام رو نمیدی آخر پسرم چه خیل روح دادن جنگ رو با تو میفهمانم استاد چنان با قهر گفته خیال کردم باز فکرتان رو عوض کرد. هجری من با تو چیزی گویم داد زنم فریاد زنم کلام رو با من نده فهمیدی؟ مایلش فهمیدم استاد. تمام. پس این کلام از من است. مایلش صاحب این منم. میزیگیست این کلام است. کدی کلام رو بده هجری؟ یا خدا وای آخر باید کلام رو نمیدادی آخر پسرم با خدا همه مانند تو باشد در دنیا یگان جنگ نمیشود. خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. اصلا هم راضی باشد. سلامت باش. من زمین این هجری را پول میگیرم. این چه بیتر هستن. راضی من نمیشود. دومولا بسیار تعجب کردم. این چیزهایی که درباره جنگ فهمونده از اون دفتر شماست؟ نه از فیلم‌های جنگی. هجری من نفهمیدم. روید بعد با شما میفهمم. من شبای خود. جوان مرد. هجری تو هستی؟ منم. ماشاءالله ماشاءالله. شما کی هستید؟ تو من رو نمیشناسی. من جوهر یلمز هستم. شنیده بودم. ما رو میگفتید چی گپ داشتید؟ نه یک شناسم. خوب کردید اکر. سلامت باشید. ازم سلامت باشید. این قلم از من است. قلم هجری است. بخیر باشد. استادم داد. بسیار آدم خوب است. دانشمند است. عالی است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خدا همیشه همراه ما باشد. آمین. خیر من روم. دوملا شما ما را گفتید شما هم لباس عجیب داشته. تشکر زیاد. دوملا اینها رو در کجا می پوشید؟ لباسا بسیار قیمت است. شما ما رو مصرف گفتید شما هم همین خیلی. خانم زهرا همه اینها را از سکم خم خریدم. همه این نوی دویم است. نوی دویم گویم خطا نمیکنیم. از راستی؟ بله. زیبا دختر شدن من حقیقی فکر کردم. آخه چقدر شده اینها را نمیپوشم. در کجا پوشم آخر؟ جای ندارم. آخر انسان چون از جمعیت دور شود همین خیلی می شود. کی از جمعیت دور است من؟ بله اما این مقرری است. از خانه و مسجد از مسجد به خانه همچون مشغولیت باشد بسیاری وقت شما با مغازه شیرینی ها می روید در آنجا هیچ کس نبینه شما رو. فهمیدم شما اکنون باز با همان سیوال میچسبید. من سیوال نگفتم شما گفتید. یا خدا توبه. وقتی بحث کردن رو ندارم خانم خفه نشوید. من هم با شما بحث کردنی نیستم جنابی دیو. خوب میروم. بله من هم خوب میروم. رفتید. بخیر است؟ چی گپ است بخشید؟ چی بخیر است؟ دوی من در زمین خوب میروم. یک با شما هم خوب کنید؟ اینجا جگه خود من است. بخیزید از جگه. ای آخر خفه نشوید اما این خیلی چیز نیست. اگر باشد پس با اینجا یک رفتی خوب میاریم. دومو چی گفته شده؟ بعد میگویم که یک جای خوب نمیروم. گویند آخر ما در یک جای خوب نمیرویم. همه چیز رو برباد دادن میخواهید؟ خانم زهرا هر نباشد پشتمان رو گردانده خوب رویم. بخششی و من دویم در زمین خوب کردن نمیتوانم. لیکن شما هم بسیار نازک بوده ایده. روید کنی از جویم. بگیرید جایگاهتان از خودتان. پرده رو کشید. کشیدم. چه؟ با راحته خانم زهرا؟ بسیار راحتم من. خواه شیرین خانم زهرا. و شما هم دامونو. در این زمین قاق تنها من خوبی وحشتناک میبینم. خوبی خوش نمیبینم. دامونو خدا راحت نصیب کند. آمین. بسیار راحت بوده. زهرا بخشش ناراحت کردم. حالم خوب نیست.
علی به تلفنم جواب نمیدید. کمک کن. یزنا شما حالا در کجایی؟ در پس در. کدام در؟ در پایان در پس در شما. در ما؟ چرا یزنا جان زنگ را زیر کرده به خانه نمیداره؟ زورا جان گوش کن. چی خیلی به درون دارم. آخر خودت میدونه که بابایت برای چشم دیدن ندارد. التماس به من کمک کن. معلش یزنا حاضر می آیم. چی گپ است؟ یزنا عزیزم بسیار ناتور می نمایید. بیایید به خانه دارید. من اپم رو بیدار میکنم. بیدار کردنت شرط نیست زهرا، من همینجایم. زنه جان اونا چرا سحری روز تو به اینجا اومدی؟ عشقم بیا به همین جدای خاتمه بخشیم. التماس من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. لطفا بیرم. اگر بابایم بیدار شود بسیار بد می شود. چی ده شود شدن گرفت. من از این جدای بیدار شدم. تو دیگر به اینجا نوی. من با تو نمیروم. تو رفته با اون زن از خفای کلتکی لطفت شم. اپا التماس خوری از من رو نمیبینیم اگر؟ ای زهرا تو دخالت نکن. اما اپا جان دخالت نکن گفتم. در آنجا چی گپ است؟ چی مقال برداشته؟ آوازی بابایم. من گفتم زود بیرم. بابایم نامده بیرم اون آل. نمیروم. میمیرم هم نمیروم. به تو به هیچ کجا نمیروم. یزنا فقط شفری من میتواند که بابایم را راضی کند. یک لحظه من حاضر می آیم. کنی با جمعیت زهرا خدا چی گپ است؟ بابا جان هیچ گپ نیست خاطر نشوید. من زیا رو بیدار کنم. هیچ گپ نی روم زیا رو بیدار کنم. یا توبه.